توش. چجوری بر تیم ملی انتخاب شدی؟ رفتیم تیم ملی نداشتیم که 3 روز میرفتیم 3 روز خدا علی آقا اصلا این رشته رو اهمیت نمیدادن که 3 روز میرفتیم اردو تو 3 روز انتخاب میکردن نفرات واسه مسابقات مثلا آسیایی. گفتن اگه این مسابقه رو مدال بیاری ما بهت مجوز میدیم که تو با جیب خودت بری مسابقات جهانی. رشته اصلا صاحب نداشت. رئیس فدراسیون ما میگفت سال 2012 کجا میخوای بری؟ ولش کن بابا خودمون بهتون میفرستیم دیگه کجا میخوای بری؟ خدا شکر رضا همه به امید دادن. اصلا هیچ امیدی نبود. اولین مدال آوردم رئیس فدراسیون ایران گفت به عنوان پاداش ما پول بلیط آقا علیپور رو میدیم. 2 روز بعدش علی آقا دوباره آخرین مسابقات جام جهانی بود. رفتم دوم شدم. اینا دیدن این تو یه هفته 2 تا مدال آورد. دیدن خیلی ضایع است. گفتن ما به عنوان پاداش تمام هزینه‌های آقا علیپور رو میدیم. بعد به خدا بعد اومدم فدراسیون گفت فاکتور چی داری؟ فاکتور چی مثلا میرم مثلا رستوران غذا میخورم یا فاکتور به من بده. اینور اونور صحبت کردیم گفت والا 7 تومن بهت میدیم. چقدر هزینه؟ 8 تومن بود 1 تومنشو ندادن گفتن 7 تومن بهت میدیم. گفتم ده همینم برکته.